نرخ ارز بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانی را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 25 ایول اعلان کرد. طبق نشاندهی بانک ملی تاجیکستان در بازار ارز کشور 100 روبل روسی 17 سامانی و 5 درم ارزش دارد. ارزش یورو باشد در بازار ارز کشور حالا 100 یورو برابر 1046 سامانی و 31 درم قیمت دارد. ارزش دلار آمریکایی در بازار ارز تاجیکستان 100 دلار برابر 1026 سامانی و 90 درم می باشد. نرخ طلا قرب طلا در بیرژه های لندن 1723 دلار و 60 سنت برای یک اونس تعیین شد. نرخ نفت خام نرخ میانه فروش هر بشکه نفت خام تحویلی ماهی آینده در بیرژه های لندن 104 دلار و 62 سنت معامله شد. نرخ میانه هر بشکه نفت خام تحویلی ماهی آینده در بیرژه های نیویورک 97 دلار و 11 سنت معامله شد. بانک آسیایی رشد به تاجیکستان در بهبودی فضای سرمایه گذاری کمک خواهد کرد. در این باره رادارا کانسپسون رئیس بخش اداره کنی لایحه های بانک آسیایی رشد در تاجیکستان به اگنتی اطلاعاتی ترند خبر داده است. به گفته کانسپسون بانک در اصلاحات ساختاری از جانب حکومت تاجیکستان جریان داشته که به جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی نگرانیده شده است سهم خواهد گذاشت. کانسپسون گفته است بانک آسیایی رشد از تولیدات کشاورزی و اداره منابع طبیعی در تاجیکستان، افزایش اقتدار گردشگری کشور و بهبودی انفراستراکچور راهها پشتیبانی خواهد کرد. به گفته رئیس بخش اداره کنی لایحه های بانک آسیایی رشد در تاجیکستان، هدفهای فعلی بانک آسیایی رشد در تاجیکستان از دستگیری اصلاحات ساختاری، جهت مناسب گردانی تقسیم ذخیره ها، بلند برداشتن حاصلناکی مهنت توسط رشد سرمایه انسانی و مساعدت به بلند برداشتن سطح زندگی مردم از حساب سرمایه گذاری نو به اقتصاد عبارت است. قابل ذکر است که در ماه سپتامبر سال 2021 بانک آسیایی رشد استراتژی نوی شریکی 5 ساله را با تاجیکستان راه اندازی کرد که به دستگیری تلاش‌های حکومت برای افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی نگرانیده شده است. انتقال پول از روسیه به کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل در ماه می اوج گرفته در بعضی موردها به حد نهایی تاریخی رسید. در این باره خبرگزاری روسی کامرسانت معلومات داده است. به اطلاع منبع بانک‌های مرکزی اکثر کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل افزایش انتقال پول از روسیه را در ماه‌های اپریل می قید می‌کنند. همین طریق در ماه می از روسیه به ارمنستان 266 میلیون دلار وارد شده است، در حالی که در ماه مارس این رقم در سطح 115 میلیون دلار بود. به قزاقستان انتقال از روسیه در ماه می به 94 میلیون و 600 هزار دلار رسیده است. به قرقیزستان در ماه‌های اپریل می 245 میلیون و 600 هزار دلار مبلغ انتقال یافته است. از روسیه به ازبکستان با حساب روبل در نیم سال اول سال جاری انتقال پول تقریباً 200 میلیون دلار را تشکیل داده است. بنا به معلومات سیستم انتقال مبلغ یونیستریم، حجم انتقال پول به کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل در ماه‌های ایول 5.3 مراتب افزوده است. تعداد انتقال‌ها از 1,230,000 نفر گذشته، بیشتر انتقال‌ها از روسیه به ارمنستان، گرجستان، مولداوا، تاجیکستان و ازبکستان صورت گرفته است. بانک سرمایه گذاری اروپا در یک جایگی با کمیسیون اروپا جهت معین کردن امکانیت ها و شرط های مبلغ گذاری نیروگاه راغون کار میبرد. این کار در حال حاضر در مرحله اولی ارزیابی لایحه قرار دارد. تصمیم نهایی درباره جزئیات شرکت بانک سرمایه گذاری اروپا در مبلغ گذاری ساختمان نیروگاه برق آبی راغون از اجرای یک قطار شرط ها از جمله کفالت های لایحه، خرید و دیگر عنصرهای مهم لایحه وابسته خواهد بود. در این باره خبرگزاری از پولوس با استناد از معلومات داده دفتر بانک سرمایه گذاری اروپا در تاجیکستان اطلاع داده است. یادآور می‌شویم که در اول ماه ایول خبر داده شده بود که بانک سرمایه گذاری اروپا تصمیم گرفته است بزرگترین سرمایه گذار در نیروگاه برق آبی راغون شود.